آمدیم به خصوص در این مثالی که رسیدیم. بله. همین یک کلمه رو من میخوایم آمدیم افغانستان دروغ بگوییم. بله. آنچه را باور دارم میگم شاید غلط باشه. بله. اگر غلط بود ملت تصحیح بکنه. بله. من مطلقا نام افغانستان رو قبول ندارم. بله. آریانا هم قبول نمیکنم بخاطر که آریانا هم بله. یک خود اقوام ازبک هزاره ما رو در قوم دیگه تجزیه میکنه متاسفانه با تحلیل‌های غلط تاریخی که وجود داره. بله. ما میخوایم بگوییم که نام افغانستان قطعا بهتر بکنه. بله. نام باشه متعلق به پشتون که میگم یعنی بین قوس افغان یا از افغان میگم بین قوس پشتون ولی ما پشتون افغان برابر است مساوی است. بله. در بدخشان در جایی که ما تولد شدیم اگه شما برید بله. کسی بین پشتون افغان تفاوت نمیگذاره. یعنی که افغان ها آمدن یعنی بین قوس پشتون ها آمدن. بله. ما میخوایم بگوییم که پشتون ها تاجیک ها هزاره ها ازبک ها بلوچ‌ها و غیره و غیره و غیره و غیره و غیره همه در سر یک نام جدید توافق بکنیم. بله. نام افغان که برابر با پشتون است در شخص خود ما قابل قبول است. بله. بله. کسی مثل ما رأی بده کسی مثل رأی نده. بله. خب این یک بحث بسیار پیچیده است امروز. دروغی رو ما قبول ندارم. بله. ما با همه اعتقادات میرم دروغ هم برای مردم افغانستان نمیگم مثل بسیاری از تاجیکا و غیر تاجیکا و ازبک هزاره دیگه که یک جای افغان میگن خود با یک جای پشتون میگن یک جای میگن ما به دادن وحدت ملی. من که روشن است که نام یک کشور هم قبول ندارم. بله. همین رأی هم برای ما کسی نده. خلاص. بله. مثلا. بله. خب سپاس از شما دکتر صاحب. البته ما 2 دقیقه دیگه داریم و یک جان سپاس و ممنون از شما که دعوت ما را پذیرفتید و امروز وقت گرانبهای خود را بر ما گذاشتین که ما البته همین موضوعاتی که بسیار جنجال برانگیز و سوال برانگیز است در جامعه ما در مورد شما اینا رو ما بر مردم ما بر هم‌میهنان ما روشن بسازیم آشکار بسازیم که واقعیت را بدانند واقعیت در مورد شما روشن شنی است دوست عزیز که اگر من قدرت باشه ما افغانستان تغییر بدیم یک بله افغانستان فدرال میکنم 2 خط یوران به رسمیت میشناسم 3 اقتصاد نیولیبرال امریکایی تغییر میدم 4 تا کاری که انجام خواهم داد حالا کسی رأی میده رأی نمیده رأی نمیده واسه رئیس جمهوری نیست. بله. خب تشکر از شما. موفق و کامگار باشین و کارهای خود و سلامت باشین و با استفاده از فرصت به همه هموطنان خود در خارج کشور اعضای احترام میکنم و امیدوار هستم که اینا سوء تفاهم نشه. اینا اعتقادات ما هست. بله. و من تعهد دارم که به مردم افغانستان و به این خلق و به این مردمی که ما فعلا هستم و این کشور کانادا نامش همین است. بله. و ان شاء الله نامش تغییر بدیم. ما دروغ نمیخوایم. بله. من نمیخوایم بگم نه ما فلان نگهبان زینا کل ما افغان هستیم با ما رأی بدیم نه. بله. چه قضیه است که من در یک تشریحی برای محلیت ندارم. بله. فقط میخوایم که آنچه را باور دارم برای مردم این جغرافیا بیان بکنم. بله. بسیار سپاسگزار هستم از تلویزیون شما که این نکات مطرح بکنم و امیدوار هستم که با همین دیدگاه رو مطرح بکنیم که من در هر حالت این اعتقادات اینا. بله. نه برای جلب منفعت است نه برای دفع مضیرت نه برای گرفتن رأی از فلان قوم یا فلان قوم یا فلان قوم یا فلان قوم. تشکر از شما. یک جان سپاس. شب روز شما خوش. خدا نگهدار. سلامت باشید. این ساعتم 6 است و خسته هستم. خدا من نگهدارتون. روز شما خوش. شاد من خدمت شما شه. بامداد شما خوش. خدا نگهدار. سلام به همه عزیزان. زمان خدا. خدا نگهدار. خب دوستان گرامی سخنان دکتر صاحب عبداللطیف پدرام شنیدیم و زمان برنامه تمام شد و متاسفانه نشد که دیگر خطها